این دقیقاً همون چیزیه که تو خونه بعضی از شما هست ولی شما هیچ کدوم ازش اطلاع ندارین. اون یکیشه، اینم یکیشه. حالا چرا میگم بعضی از شما؟ این بعضی به کسایی برمیگرده که توی خونه‌های زندگی میکنن که بیش از 10-12 سال از سن ساختشون میگذره و تو فرایند ساخت خونهشون از لوله‌های آهنی استفاده شده. اون موقع یا یه همچین چیزی توی خونهشون هست و ازش خبر ندارن یا تا چند سال دیگه بهش میرسن. حالا این لوله‌های آهنی اسمش روشه دیگه، آهنی‌ان. بعد از چند سال در مجاورت با آب زنگ میزنه. الان یه سری نمونه‌هاشو من اینجا نشونتون بدم. ببین اینا همه لوله‌هاییه که آهنیه. اینجا رو نگاه کنید. این روی لوله است. می‌بینی؟ حالا داخلش نگاه کنید، مثلا اینو کاش که بتونم خوب بگیرم. ببین چقدر جرم گرفته. 10-12 سال از عمر اینا که بگذره آروم آروم شروع میکنن به خورده شدن و زنگ زدن و پوسیدن و بعد نهایتا نم همه جای خونه رو برمیداره، ممکنه به طبقه پایین بره و دیگه شروع میشه دیگه باید لوله ها رو دیگه یه فکری به حالش بکنیم. حالا گزینه جایگزین چیه؟ گزینه جایگزین اونجاست. این لوله های 5 لایه به این حالته، نه زنگ میزنه نه خوردگی داره به خاطر اتصالات درستی که داره. اتصالاتش هم اینجاست، نکنید. این اتصالاتشه که پرسی کار میشه، گاهن کوبلینگی هم کار میشه. هیچ مشکلی از لحاظ زنگ زدگی و خوردگی وجود نداره و طول عمرش هم حدود 50 ساله.